با شارامین عزیز هستیم. اجرای اولت بسیار عالی بود، خیلی خوب بود، صدای رسا واقعا. من خودم فکر کنم یکی از شانسایی باشی که تو قسمت خواننده ها هستی به نظر من. امیدوارم. نه جدا. من که راضی شده رزق مقرر شده را، من که راضی شده رزق مقرر شده را، نکشم ناز گدایان توانگر شده را. خسته باشید دوست عزیز. من به شما بله میگم. حالا دوستان کار جالبی بود. این موسیقی پشتش چی بود؟ این عرض به حضورتون که یه نوت بود. درست، یعنی تو مایه دشتی. بله احسن، شوشتری دشتی. بله شوشتری. نه کار بسیار جالبی بود، یه نوآوری بود، به خاطر همین که با اون خوندن یه مقدار هم به انسان آزادی میداد، هم مقدار آزادی رو میگرفت. نه منم میتونم بله بگم به شما به خاطر صدایی که دارید و تحریرهای خوبی که دارید. استاد ببخشید آقای موسیقی، صدای بسیار بسیار خوبی دارین. یه لحظه من میتونم یه مکس کوچیک ازتون قبل از نظر شما؟ بفرمایید. اشکال نداره؟ خواهش می‌کنم. ایشون یک کار دیگه در این راستا، یه تالنت دیگه دارن در همین راستا که هر کدوم از شما داوران عزیز یا عزیزانی که اینجا هستن 1 الی 2 بیت شعر رو همین الان بنویسید روی کاغذ، بدید دست ایشون بداهه روش موسیقی میدن و تحریرش رو میدن و همینجا اجرا میکنن. به گورستان گذر کردم، به گورستان گذر کردم که
بدیدم حال دولتمند و درویش، نه درویشی به خاکی بی کفن ماند، نه دولتمند بود از یک کفن بیش. یا ای وای، یا آفرین. برافو، عالی بود، عالی. آقا ما که بلمون گفتیم، فرامرز جانم منم فرمودن بله. بهروز جان باید بگه دیگه. منم نمیتونم نه بگم، صدای زیباییه، خیلی دلنشینه. بله مرسی، متشکرم. یه مبحث دیگه میمونه. قبل از اینکه ایشون صحنه رو ترک بکنن یه کوچولو من بگم، و اون اینه که کینگ ریکوردز اعلام کرده بود از اول پرشین تالنت شو که از عزیزانی که فقط به سلیقه تهیه کنندگی و این بله های محکمی که بعضی از حضار میگیرن و بر حسب ژانر کینگ ریکوردز